هرگز نبود آفاق اینسان مخوف و تاریک. یک روز خونین دیگر همیهنانم در خاورمیانه. 31 اسرائیلی تا به حال کشته شدن، 29 نظامی، 2 غیر نظامی و 537 فلسطینی در شهر غزه. عملیات نیروی زمینی اسرائیل در غزه هم کماکان ادامه داره. آقای اردوگان میگه دیگه حاضر نیست تلفنی با آقای باراک اوباما صحبت بکنه. آخرین گفتگوی تلفنیش مربوط به فوریه گذشته است و خلاصه خیلی متأثر و متاسف از این که قولهایی که داده شد مثلا در مورد سوریه و اینها اجرا نشد و در عین حال آقای اردوگان دستور داد که شمار زیادی از افسران عالی رتبه رو دستگیر کردن. به نظر میرسه اینا کسانی هستن که در افشای فسادهای مالی دولت و به ویژه بستگان آقای اردوگان مشارکت داشتن. همه رو دستگیر کرد. کدام با واحد مبارزه با ترور همیهنان. آقای امیر شهرتی عزیز با ماست و سازمان حقوق بشر هم دیدبان حقوق بشر FBI متهم کرده به اینکه برخی مسلمان ها رو در ایالات متحده آمریکا تشویق به انجام عملیات ترور کرد. خب عرض ادب خدمت شما. بار دیگر در برنامه امروز مناظره داریم، گفتگو داریم. پیشنهادنده این مناظره آقای دکتر اسماعیل نوریعلی همیهنانم و دعوت از گروهی که از مکتب یا مروج مکتب ایرانگرایی یا رنسانس ایرانی، نوزایی ایرانی است. میخوام ببینیم که اینا در تقابل با هم، چون یک دو جا گویا به طور کتبی چون ادعایی شده روی شبکه‌های اجتماعی. عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر نوریعلی عزیز. درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما و یاران گرامی که در برنامه تشریف دارید. آقای مهندس شاهین نژاد عزیز. درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی ارجمند، دوستان عزیز در پنل و البته همیهنان گرامی که بیننده هستند. و آقای خسرو فره‌بهر در وین پایتخت اتریش، یعنی سرزمین موزارت و بتهوون و موسیقی و چیزای قشنگ و خوب. درود بر شما آقای فره‌بهر. درود بر شما. یوهان اشتراس یادتون رفت دیگه، دفعه دیگه خواهید. بله یوهان اشتراس و دانوب آبی. بله بسیار شهر زیبایی وین، واقعا پیشنهاد میکنم دوستان بیان. واقعا یک شهری پر از صلح و آرامش و زیباییه و من میدونم دوستانی که هنر رو دوست دارن از دیدن این شهر لذت میبرن و من درود میگم به بینندگان عزیزتون، به مهمانان عزیز برنامه. امیدوارم میتونیم برنامه مفید و خوبی داشته باشیم. امیدوارم. اگه گفتید اشتراس یکی از درخشان ترین کارهاش در رابطه با ما چیه؟ منظورتون اون یکی اشتراس درباره زرتشت، نه؟ بله چنین گفت زرتشت آرزو اشتراک زرتشترا. بله یکی اثر شریف. خب همیهنانم آقای دکتر نوریعلی اجازه بدید که بحث رو باز بکنن، گوش کنیم ببینیم دکتر نوریعلی چی میگن و بعد نظرات دیگر دوستان رو خواهیم شنید. آقای نوریعلی خواهش می‌کنم گوشاینده بحث باشید. بله اولا که من میخواستم از بسیاری از دوستان عذرخواهی بکنم، چون که به من فرموده بودید که دیروز این برنامه اجرا خواهد شد. من توی سایت خودم خبرش رو گذاشته بودم و خودم هم آمدم منزل، با اینکه خیلی هم کار داشتم آمدم منزل و منتظر شدم بیام. نه برنامه شروع شد و خبری از اون قضیه نیست و بعد از اون خیلی ایمیل دریافت کردم که داشتن این تعبیر رو میکردن که مثلا شما تصمیم گرفتید که این برنامه اجرا نشه. امروز صبح که با شما صحبت کردم فرمودید که نه من داشتم برنامه‌ریزی میکردم برای این کار. و از اون عده‌ای که به خاطر خبر نادرستی که در سایت من آمده بود دیروز آمدن و متوجه شدم عذر میخوام. در این حال شما فرمودید که من پیشنهاد مناظره کردم. من نه، اگر که برگردیم به برنامه هفته گذشته من یک سوالی رو طرح کردم و گفتم که این سوالیه که مدتیه برای من پیش آمده و چون پاسخی نگرفتم ای کاش که در برنامه شما من بتونم این سوال رو از دوستان عزیزم مطرح بکنم و مردمی هم با خبر بشن، شاید بعضی دیگر همین سوال رو داشته باشن. و اما برای اینکه وارد طرح این سوال بشم
میخوام این رو بگم که مسئله رنسانس ایرانی به نظر من یک مسئله اساسی و مهمیه که از همون آغاز انقلاب اسلامی رفته در اذهان همه کسانی که به ایران عشق می‌ورزند و می‌اندیشند به ایران وجود داشته. یعنی که بسیاری از کسان بودند که بلافاصله پس از حدوث این نکبت حکومت اسلامی در سال 57 متوجه شدند که این جابجایی تنها جابجایی قدرت سیاسی نیست، بلکه این یک انقلاب فرهنگی علیه هویت ایرانی ماست و در پی این بودن که چگونه میتونن با این روبرو شن. به خاطر اینکه خود این انقلابیون قدرت رسیده از روز اول اعلام کردن که هدفشون ایجاد یک انقلاب فرهنگیه و منظورشون هم از انقلاب فرهنگی زدودن هر آن چیزی بود که از میراث ایرانی ما محسوب میشد. به همین دلیل من خودم الان روی سایتم هم که برید، من در سال 10 سال پیش حدوداً یک سخنرانی کردم در شهر فیلادلفیا در کنفرانس سیرا که استادان دانشگاه‌های امریکایی اونجا جمع می‌شدن به نام ضرورت تهاجم فرهنگی و اعتقادم همیشه این بوده است که ما وظیفه داریم متقابلا از لحاظ فرهنگی به حکومت اسلامی عرض کنیم که حمله بکنیم و ارزش‌های مهمی رو که جزو دهش‌های تاریخی فرهنگ ما به جهان هست اونها رو پاس بداریم و مطرح بکنیم. به همین دلیل هم پس از یک مدتی وقتی که همسر من خانم میرزادگی تصمیم گرفتن که برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند کمیته نجات پاسارگاد رو به وجود بیارن و من هم در رکاب ایشون شروع کردم به مطلب نوشتن، ویدیو تهیه کردن. همواره حرف ما این بوده است که ما باید به ارزش‌های اصلی خودمون برگردیم. من میگفتم که وقتی که ما 10 نفر و 11 نفر رو میفرستیم مثلا به دبی که برن فوتبال بازی کنن، یه توپ که میزنن میره تو دروازه دبی، تمام ایران به هیجان و غلیان میاد و میان میزن تو خیابون شادی میکنن. این نشانه اینه که مردم ما میدارن که این حکومت ما رو در جهان بی‌آبرو کرده و در نتیجه دلشون میخواد که بگن که ما هم در این جهان متمدن سهمی داریم، دهشی داشتیم و به همین دلیل مسئله کوروش، مسئله عرض کنم منشور کوروش، مسئله این که این اولین نسخه اعلامیه حقوق بشر میتونه محسوب بشه، اینا همه از ناحیه این کمیته نجات پاسارگاد برخاست. و بعد چندین سال بعدش هم که ما در سفری که به عرض کنم که شهر هوستون که محل اقامت آقای شاهین نژاد رفتیم و اونجا برای بنده و خانم میرزادگی سخنرانی گذاشته بودند، آقای شاهین نژاد لطف کردند و معرف بنده بودند به هنگام اون سخنرانی و من در اونجا با ایشون آشنا شدم. بعد رفته دوستیمون عمیق‌تر شد. کتاب ارزشمند ایشون رو من خوندم و برایش عرض کنم که معرفی نامه‌ای هم نوشتم. خانم میرزادگی هم عرض کنم که جایزه بهترین کتاب اون سال رو به کتاب ایشون داد. بنابراین ما هیچ اختلافی در این موارد با همدیگه نداشتیم تا اینکه من خبر نداشتم که مسئله‌ای به نام رنسانس ایرانی مطرح شده تا اینکه مقاله‌ای منتشر شد از آقای شاهین نژاد که من وقتی که اون رو خوندم با کمال حیرت دیدم که ایشون یک مسئله بلا منازعی مثل رنسانس ایرانی رو به نظر من با چسب اسکاچ وصلش کردن به مسئله سکولار دموکراسی که من معتقدم تنها پادزهر سیاسی حکومت اسلامی است و تا موقعی که ما آلترناتیو سکولار دموکرات رو در مقابل حکومت اسلامی نداشته باشیم اینها بر سر سریر قدرت خودشون خواهند نشست. ایشون گفتن که رنسانس ایرانی که ایشون میگویند در تقابل و حتی جانشین فکر سکولار دموکراسی است. من برای اینکه طولانی نشه حرفم 2-3 تا تکه از مقاله ایشون رو در 2-3 دقیقه براتون میخونم. نوشتند برخی از فعالان سیاسی در برون مرز که کاملا معلوم نظرشون راجع به یاران ما هستش که با همین کار میکنیم. برخی از فعالان سیاسی در برون مرز
از چندی پیش گفتمان سکولارخواهی را به عنوان سلاح برنده‌ای در برابر حکومت حاکم بر ایران مطرح نمودند و گرد آمدن به دور این محور را راهکار براندازی و یا جایگزینی جمهوری اسلامی می‌دانند. خب این کاملا تعریف دقیقیه از کاری که ما سالهاست داریم میکنیم. بعد ایشون ادامه میدهند که اما زور سکولار دموکراسی به جمهوری اسلامی نمیرسد و برای این کار دو تا دلیل آوردن. یکیش این که سکولار دموکراسی یه جنس وارداتیه و دو دیگر این که رسوبات مذهبی اذهان جامعه نیمه توسعه یافته ایران مورد توجه این طرفداران سکولار دموکراسی نیست، حالا که این حکومت اسلامی از این رسوبات استفاده میکنه و تا این رسوبات پابرجا هستند امکان دستیابی و نهادینه کردن اهداف سکولار دموکراسی در کشور وجود ندارد. یعنی که ایشون معتقدند که اول باید زمین سازی بشه تا اذهان ملت ایران این رسوبات مذهبی در جامعه نیمه توسعه یافته ما از بین بره تا بعد ما تازه بیایم مدعی سکولار دموکراسی بشیم. و بالاخره میگویند که در ایران سکولار دموکراسی توان لازم را برای اینکه به عنوان بستری مناسب جهت رویارویی با جمهوری اسلامی به کار گرفته شود ندارد. و من تمام سوالم از اون به بعد این بوده است که اینها چه تنافری با هم دارند، حتی از چرا صحبت جایگزینی این هاست، چرا آقای شاهین نژاد و یارانشون برای اینکه فکر خوب رنسانس ایران رو تسری بدن، گسترش بدن در جامعه ما، به جای اینکه 1001 هدف دیگری وجود داره برای زدن، آمدن صاف دارن میخوان مسئله سکولاریسم رو عرض کنم که مورد هدف قرار بدن و در حداقل حرفشون اینه که جامعه ما آماده یک حکومت سکولار نیست، اول بذاریم ما بریم رنسانس خودمون رو انجام بدیم، اذهان مردم رو از رسوبات مذهبی پاک کنیم و بعد اون وقت بریم و سکولار دموکراسی رو برقرار کنیم. تشکر. من فکر میکنم که این من دو سه تا جمله دیگه رو تموم کنم. من فکر میکنم که این حرف و مقابل قرار دادن سکولار دموکراسی با رنسانس ایرانی و اینکه یکی بر دیگری مقدمه به خاطر نفس بلند مدت فرهنگ سازی، به نظر من یعنی این که ما فعلا کارامون رو تعطیل بکنیم و به حکومت اسلامی اجازه بدیم اونجا بمونه تا اینکه دوستان ما رنسانس ایرانیشون رو جا بندازن، بعد وقتش که رسید 2 ساعت موچیشون نگاه میکنن به ما میگن که خیلی خوب حالا وقتشه که بیایم و یک حکومت سکولار دموکرات رو در ایران برقرار کنیم. تشکر میکنم. خب آقای دکتر نوری‌الله هم صورت مسئله رو مطرح کردن، دقیقاً متوجه شدیم که قضیه از چه قراره، هم بخشی اختصاص داشت به دفاع از خودشون. در نتیجه من خواهش میکنم هر کدام از دوستان چیزی حدود 3 دقیقه با هم آقای شاهین نژاد هم آقای فربهر. آقای نژاد بفرمایید. ممنونم و سپاس از جناب نوری‌الله برای طرح پرسش به طور خیلی روشن. در آغاز اجازه بدین 2 تیکه بکنیم. یکی سکولاریسم و دموکراسی به عنوان 2 مفهوم، 2 دستاورد مدرنیته غرب، و بخش دوم تشکلی که به عنوان سکولار دموکرات در حال حاضر مشخص آقای دکتر نوری‌الله و برخی همفکرانشون دارن کار میکنن. من به بخش دوم الان کاری ندارم، اگه فرصتی شد میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بخش اول مد نظرمه 2 مفهوم، 2 دستاورد مدرنیته غرب که البته ریشه در یونان باستان داره هر دوش، ولی به شکل امروز روزش تکوین یافته عصر مدرن اروپاست. ببینید من فکر میکنم هم سکولاریسم هم دموکراسی، همچنان که آقای دکتر نوری‌الله از روی متن مقاله من خوندن، بستر مناسبی برای انجام تغییرات بنیادی در ایران نیستند، بلکه میتوانند میوه‌های درختی باشند که تو اون خاک یا بستر مناسب رشد کنه. من تو مقاله‌ام عنوان کرده بودم که سکولاریسم یا دموکراسی که البته به عنوان 2 دستاورد ارزشمند انسان امروزی، انسان مدرن غربی دست کم،
بهش نقدهایی هم میتونه وارد بشه، به ویژه خود دموکراسی، و من اینا دارای حاله تقدس نمیدونم، اما در خیلی جاها آزموده شده و پاسخ مثبت داده شده، به ویژه به سکولاریسم. مطلبی که من میگم و فکر میکنم در رنسانس ایرانی با دوستان ما در این رو همراه و هماندیشیم، اینه که سکولاریسم یا دموکراسی یک فرهنگه، الزاما فقط یک نوع حکومت نیست. شما برای اینکه کاری بکنید که هموطنتون سکولار فکر کنه یا حتی لایک فکر کنه، ما ریموت کنترل در اختیارمون نداریم که بتوانیم در یک سیستمی که قانون اساسیش سکولار و دموکرات تنظیم شده از اون هموطن بخواهیم که برای برای گرفتن یک تصمیم در حوزه عمومی، برای یه رأی در یه موردی که مسئله ملی یا منطقه یا مسئله شهریش یا مسئله روستاییشه، دین و ایمانش رو گوشه خونه بذاره و دخیل نکنه در رأیش. خب پس باید چیکار کرد؟ باید فرهنگ سازی کرد. فرهنگ سازی ما فکر میکنیم بستر مناسب برای اینکه کلا همچین فرهنگی در جامعه رشد پیدا کنه اینی که به جای اینکه مدرنیته غربی رو بپوشیم، همچنان که 100 سال پیش هم در انقلاب مشروطه این عمل انجام شد، بعدها هم در مقاطع مختلف اشخاص کوشیدن که این مفاهیم ارزشمند مثل حقوق بشر، مثل لیبرالیسم، سکولاریسم، خود لایسیته، دموکراسی، اینها رو بیاریم به ایران که در موقع انقلاب مشروطه متاسفانه رنگ‌وبوی داخلی گرفت، یه مقداری رنگ‌وبوی مذهبی گرفت. قانون اساسی مشروطه خودش نشانگر ضعف و کاستی یک فرآیندی است که شما می‌خواهید پدیده مدرن رو وارد ایران بکنید، در این حال می‌خواید یه سازگاری‌هایی هم با محیط درونی ایران بدید، در نتیجه دین رسمی از توش بیرون میاد، در نتیجه نظارت 5 تا مجتهد بر مصوبات مجلس شورای ملی ازش بیرون میاد. برای اینکه دوباره وارد اون بازی‌ها و اون شکست‌ها نشیم و برای اینکه بی مدرنیته نمونیم و در سنت که بخشیش واقعا پر از گرفتاری و معضلات و دست و پای ما رو توی 1003 بسته نمانیم، ما فکر میکنیم ما ابزار و مساله و مواد اولیه یه مدرنیته ایرانی را داریم، مدرنیته ای که از درون فرهنگ ایران زایده بشه. مدرنیته غرب کار کرد چون پشت غرب عصر تاریکی بود، قرون وسطا بود، خودشون میراث‌های یونان قرار دادن و تونستن به خوبی استفاده کنن. ما فکر میکنیم در بنمایه‌های اندیشه‌های ایرانی، چه در مسئله خرد، چه در مسئله داد و دادگری، چه در مقوله مثل آبادسازی گیتی که همون توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی توسعه سیاسی است، این مقوله‌های کهن ما قابل برگردان و ترجمه آسان به مقوله‌های مدرن. ما راهکارمون یه راهکار ایرانی و فرهنگی است برای اینکه بتوانیم یه مدرنیته درونزا داشته باشیم. 100% میوه‌های این محصول حتما مردم سالاری یا به عبارت دیگرش برخی از دوستان میگن میهن سالاری هم خواهد بود. 100% در کنار این مسئله جدا نمودن حوزه ایمانی از حوزه تصمیمات عمومی حتما درش رو خواهد داد، چون این خودش به نظر من دقیقاً پیامد خردگرایی، خردورزی و خردمداری است. من در اینجا متوقف میکنم صحبتمو، فرصتی بدم که خسرو جانم بتونه صحبت‌ها رو پی بگیره. اگه فرصتی شد حتما در مورد تشکل سکولار دموکرات و اینکه این تشکل با خودش یه چاشنی دیگه به نام فدرالیسم هم همراه آورده که یه مقداری دافعه ایجاد کرده و باعث شده این جنبش، این گفتمان آنچنان که باید و شاید نتونسته نشر پیدا کنه، میتونیم صحبت بکنیم. خب بریم به سراغ آقای خسرو فربهر. امیدوارم که خسرو جانم دقت بکنه روی وقت و محدودش. خب ما سراپا گوشیم آقای فربهر. من خوشحالم که امروز میتونیم آزادانه در واقع موضوعی بحث کنیم که فکر میکنم ریشه‌اش خیلی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره که چرا ما درباره بعضی مسائل انقدر دچار سوء تفاهم میشیم. من از لغتنامه دهخدا استفاده میکنم. من یه مقاله داشتم به نام خرافات و قرارداد ترکمنچای و دیدم یک سری مسائلی درباره قرارداد ترکمنچای بحث میشه و اومدم یک مقاله تحقیقاتی درباره‌اش نوشتم، ولی اولش از لغتنامه دهخدا استفاده کردم و
لغتنامه‌های دیگری که استفاده میشه درباره واژه خرافات و یک جمله‌ای بود خیلی زیبا نوشته در تداول فارسی: سخنان پریشان و نامربوط، سخنان بیهوده و پریشان که خوشایند باشند، حتی به اینا میشه گفت خرافات. نمیدونم در یکی از این لغتنامه ها بود. سخنان بیهوده و پریشان که خوشایند ما میشن. ما در 100 سال گذشته جهنمی در ایران ساختیم که هیزمش آرزوهای ما بود، رویاهای ما بود. این رویاها و آرزوهای ما بودن که هیزم جهنم امروز بود. من هم عاشق دموکراسی ام، من هم میخوام که کشورم، جامعه‌ام یک جامعه زمینی باشه و نگاه مردمم به زمینی باشه که در اون زندگی میکنن. ولی واقعیت ها رو باید پذیرفت. واقعیت ها چیه؟ ما میراثداران یک تاریخی هستیم که در دوران قجر نه تنها نمیدانستند که ایران چیست، کجا قرار دارد، از جهان خبری نداشتند. ما میراثدار یک جامعه هستیم که سلطانش از مستشار بیگانه میپرسید که آیا لندن بزرگتر است یا بریتانیا. ما درباره جامعه‌ای صحبت میکنیم که کاظم‌زاده ایران شهر شکوه داره، میگه بیگانه به ایران حمله کرده و ایرانیان چون ماه محرم است نگران سینه‌زنی و مسائل ماه محرمن. کسروی یاد میکنه که شهریور 20 به ایران حمله شده و ایرانیان خوشحالن که با حمله به ایران مرز نجف و کربلا باز شده. آرزوهای ما زیبان، رویاهای ما هم زیبان جناب دکتر نوری علای گرامی، ولی من فکر میکنم که فاجعه 57 هیزمش همین صحبتایی بودن که نگاهشون به جامعه ایران نیست. ما از صحبتی که میکنیم باید نگاه کنیم درباره چه مردمی و چه کشوری صحبت میکنیم. شاهین به مسئله اشاره کرد آقای نوری علی عزیز. ببینید من یه مشکلی که دارم اینه که من اروپا زندگی میکنم و با این مسائل اصلا بزرگ شدم. در فرانسه ما یه سیستم لاییک داریم. در فرانسه در 1905 در قوانین فرانسه اومدن مسئله لایسیته رو وارد قانون کردن و امروز هم فرانسه، نه فقط فرانسه بلکه کشورهایی هستن انگشت شما شاید 10 تا 12 کشور این مسئله رو در قانون اساسیشون بیشتر ندارن. شما صحبت از سکولاریسم میکنید در حالی که شما از لایسیتیش وقت صحبت نمیکنید. امروز کشوری مثل اتریش که من توی زندگی میکنم و آلمان که همسایه ماست، اینا کشورهای سکولارن. در هیچ جای قانون اساسی آلمان ننوشته که جدایی دین از سیاست، بلکه این جامعه است که به یک رشد ذهنی رسیده و این جامعه است که هنگامی که در یک شرایط دموکراتیک میره رأی میده، میداند که اگه امروز خانم انگلا مرکل که عضو حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات مسیحی، اسمش از CDU، کریست دموکراتیش یونیون، حزب وحدت چی میگن دموکرات مسیحی، این حزب فردا نمیاد کوره آتش سوزی و نمیدونم جادوگر سوزی را بندازه. شما وقتی دکتر نوری علی گرامی صحبت از سکولاریسم میکنید، اول از همه باید مشخص کنید که لایسیته رو معنا میکنید فرانسه رو یا درباره سکولاریسم صحبت میکنید که در اتریش و آلمان هست. من خودم شخصا اینو عرض میکنم خدمتتون اجازه داشته باشم که من بیشتر عقیده دارم که ما در ایران به دلیل یک مشکل فرهنگی و عدم فعالیت لازم روشنفکران ایرانی در راستای روشنگری مردممون بیشتر به یک لایسیته احتیاج داریم که حکومتی که برکاره بتونه از خواسته های ما دفاع کنه. دوما و صحبت شاهین نژاد ادامه میدم، ما دکتر نوری علی گرامی با یک مشکل هویتی رو هستیم. هویت ملی ما رفته زیر سوال. میان ملیت ها رو بیان میکنن، ایران رو حتی نامش رو تغییر دادن. ما که به ایرانمون هزاران سال میگیم ایران، ایران شهرمون، شاهنامه‌مون ایرانه. حتی روی سکه قاجار نوشته احمد چی می نوشته؟ علی سلطان احمد شاه شاهنشاه ایرانه، رو سکه قاجار نوشته ایران. میان اسم کشور ما رو تغییر میدن. ما وقتی با یک کشوری رو هستیم که بحران هویتی داره، ما در داخل هر ایرانی یک دوگانگی داریم، مسلمانم، مذهبیم، سجده به مکه میکنم یا ایران خواستگاه منه. ما در یک جامعه هستیم دکتر نوری علی عزیز که روشن فکرش، جلال آل احمدش، علی شریعتیش، آقای احسان طبریش و دیگرانش که نمیخوام نام بیارم با ایران و ایرانی بودن مخالفت کردن، رسما نوشتن، به شاهنامه‌اش حمله کردن، به تاریخ ایرانش حمله کردن، از کوروشش گرفته که شما نام بردید رو تا به انوشیروانش تا به بابک و مازیارش. برید تاریخ ایران رو بخونید. من سعید نفیسی کتاب زیبایی درباره بابک خرمدین داره، خوندنش رو دوستان توصیه میکنم که سعید نفیسی وقتی میاد تاریخ رو نشون میده، ما بودیم ایرانیان که به بابک فحش میدادیم، توهین میکردیم.
در چنین جامعه دکتر نوریعلی عزیز ما عقیده داریم که باید یک رنسانس و یک نوزایی و یک تعریف جدید و زیبا و امروزی از هویت ایرانی ارائه داده بشه. باید آن چیزی که از ما جدا کردن و دور کردن رو به ایرانیان نشون بدیم. وقتی که ما صحبت از سکولاریسم میکنیم باید بگیم سکولاریسم رو سرنیزه میخوایم بیاریم، میخوایم ارتش مصر کودتا کنه که مردم رو نذاره به اخوان المسلمین رأی بدن، یا ما میخوایم حکومتی داشته باشیم که مردم وقتی رأی میدن در ذهنشون دین رو از سیاست جدا کردن. من عقیده دارم که نه لایسیته و نه سکولاریسم هیچ کدوم نمیتونن در یک جامعه‌ای که بنیادش دموکراتیکه وجود داشته باشن بدون که ذهنیت مردمش آماده باشن. و این بحثی که ما انجام میدیم، بله من اولویتم امروز ایرانگرایی، ایران محور اندیشه منه، شناخت ایران عزیزیه، ایران اون زن زیباست که هر روز باید اون رو از نو شناخت و این زیبا رو ما نشناختیم، ما بهش توهین کردیم و این زیبا امروز در حجابه و تا زمانی که مردم اون زیبایی ها رو درک نکنن نمیتونن به اون زیبایی ها رأی بدن. دوباره میرن عبا، دوباره میرن دنبال عمامه، دوباره ستاره سرخ و این بحثی که من و شاهین میکنیم وگرنه معلومه که من و شاهین هم دموکراتی، معلومه که ما هم نمیخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم ولی ما فکر میکنیم که ایرانی بودن کلید آزادی ما. سپاس. تشکر میکنم امیرانم. خب شنیدید، اجازه بدید که از بازار چاگهی عبور کنیم و برمیگردیم و ببینیم که آقای دکتر نوریعلی در این زمینه چه توضیحاتی دارند. خیلی بحث متمدنانه است به نظر من، باید هم باشه و امیدوارم که شما فرصت داشته باشید در این بحث شرکت بکنید، نظر شما رو هم جویا بشیم. تا لحظات دیگر. هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم می توانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگ‌های جدید با زیباترین پارچه‌های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خواب‌های ساخت ایتالیا را با قیمت‌های باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310 274 74 74 310 274 74 74. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 02-608-4800. magictelus.com. برنج سحر به بازار آمد. برنج اعلا و خوشتم در دو نوع، برنج باسماتی و سلام، پخش از شرکت دی ام لیورمور. 510 اریو کد 441 0585.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818 394 6500 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید. دریافت گرین کارت آمریکا در کمتر از 1 سال برای اولین بار با $500,000 سرمایه گذاری در مجموعه لوکس 5 ستاره پال در فلوریدای آمریکا. از این فرصت طلایی استفاده کنید، چون پالم برای اولین بار درهای خود را بر روی سرمایه گذاران ایرانی گشوده است، با بیش از 200 کیس موفق از خانواده هایی که گرین کارت دریافت کردند. با اطمینانی بالا در یک پروژه استثنایی شریک باشید. همچنین از مزایای باور نکردنی گروه پالم، استفاده از هواپیما، کشتی اختصاصی و تایمشر لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر با مشاوران فارسی زبان ما تماس بگیرید. دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در زمینه‌های تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. تلفن دفتر دکتر رادنی مصریانی 310 826 6320 www.mesrianilaw.com. ساوت کوست سرجری سنتر مجهز به پیشرفته ترین امکانات پزشکی با بیش از 12 جراح متخصص، انواع جراحی از جمله زیبایی و پلاستیک، کاهش وزن، کولونوسکوپی، اندوسکوپی و درمان دردهای گردن و کمر در خدمت جامعه ایرانی است. در کلینیک ساوت کوست سرجری سنتر در صورت نیاز شما می توانید از مزایای فایننسینگ استفاده کنید. برای اطلاعات کامل و بیشتر با تلفن 949 933 55 33 خانم هایدی تماس بگیرید. ساوت کوست سرجری سنتر. این خسرو عاشق اتریشه. الان در تمام مدتی آگهی ها پخش می شد داشت منظرهای سیاسی تاریخی اتریش رو بس میکرد برای دوستان با چه شوقی. خب دنبال میکنیم برنامه رو. آقای جان ریالا شنید حرفای دوستان ما رو که از مکتب رنسانس ایرانی پیروی میکنند و مروجش هستند و بعد شما که معترض بودید به گویا مقاله‌ای از طرف آقای شاهین نژاد گوش میکنیم. عرض کنم که من به رنسانس ایرانی هیچ اعتراضی نکردم. من حرفم این بودش که اونها چرا دنبال کار خودشون نمیرن و اولویت رو در این قرار دادن که به سکولار دموکراسی حمله بکنه. من معتقدم که اولا در پایان سخنانشون آقای فرفهر سعی کردن که یا سعی نکردن، اینطوری پیش آمد که موضوع بحث رو دگرگون بکنن و ببرن به یه جای دیگه. من امروز اینجا آماده هم راجع به سکولار دموکراسی و تقابلی که فرض است با رنسانس ایرانی داره صحبت بکنم. من به عنوان یه آدم زنده 1001 عقیده راجع به مسائل مختلفی دارم. راجع به شعر عقیده دارم، راجع به نوع حکومت عقیده دارم، راجع به هر چیز دیگه ای. شما نمیتونید در یه بحث معینی که داریم میکنیم
بپردازید به یک جنبه دیگر از افکار من، برای اینکه از این بحثی که داریم میکنیم خارج بشیم. بنابراین مسئله هویت و قومیت و ملیت و فدرالیسم و غیره به نظر من جزو بحث امروز ما نیست. من همواره آماده هستم در هر برنامه‌ای که دوستان عرض کنم که حاضر باشن بیام بنشینم اینجا و بگم که چرا من معتقد به فدرالیسم هستم. من خودم رو یک فدرالیست میدونم، اما بحث امروز ما اینجا نیست و بحث ما راجع به این هستش که من معتقدم همکنون امروز در ایران ضرورت دارد که مسئله گفتمان سکولار دموکراسی مطرح بشه و تمام نیروهای سیاسی، من از نیروهای فرهنگی صحبت نمی کنم، تمام نیروهای سیاسی زیر پرچم سکولار دموکراسی به حکومت اسلامی حمله کنند. دوستان ما آمدند یک برنامه‌ای رو که به نظر من ماهیتاً بسیار زمانبر است. اینها میخواهند فرهنگ یک ملت رو عوض کنند، آنگونه بشود که وقتی که انتخابات میخوان بکنن به قول آقای شاهین نژاد مردم دین و ایمانشون رو بزنن تو خونه، برن در انتخابات شرکت بکنن و همه این مسائل. من 100% تمام توان خودم رو حاضرم در خدمت این رنسانس ایرانی بذارم که این اتفاق بیفته، ولی این رو در تضاد با برنامه‌های سریعی که باید انجام بدیم. مملکت ما داره نابود میشه. شما یک پروژه بلند مدت رو دارید مطرح میکنید که بسیار زیباست، ما همه سرباز این پروژه هستیم به نظر من، اما در حوزه سیاسی کاری که شما دارید میکنید با ایجاد تقابل بین رنسانس ایرانی که مطرح میکنید و سکولار دموکراسی که بنده دارم میگم، به نظر من ضرر کامل میخورد به مبارزات با حکومت اسلامی و از این بابت است که من از شما دوستان عزیزم شکوه دارم. اما نکته‌ای که میخواستم بیشتر تکیه بکنم این بود که در تمام صحبت‌هایی که داشت میشد صحبت سر این بودش که سکولاریسم و دموکراسی در ایران ریشه ندارن و ما باید بریم ریشه ها را ریشه هایی پیدا کنیم که اون ریشه ها وقتی که بروز شدند، امروزی شدند، بتوانند بستری رو بسازن که حالا ما اون سکولاریسم و دموکراسی که به قول آقای شاهین نژاد از یونان باستان آمده، ما بتونیم این رو به عنوان میوه های اون کار ارائه بدیم. من اعتقادم بر این است که این حرف 100% غلط است. من معتقدم که ما یک ملتی بودیم از آغاز تاریخ خودمون سکولار بودیم. سند بزرگ سکولاریسم ایرانی از کنم که منشور کوروش بزرگه که درش از آزادی مذاهب و این که مذهب رسمی در ایران وجود نداره سخن میگه و همواره در طول زندگی خودش کوروش کوشید که اجازه ندهد که آخوندها و دیگران بیایند در کار حکومت دخالت بکنن و هر کجا هم که در تاریخ ما آخوندهای هر مذهبی که غالب بوده دخالت کردن در کار حکومت، ما به دوچار این مصائب شده ایم که امروز هم هستیم. مشکل به نظر من در این است که شما تعریف معینی از چیزی که بهش حمله میکنید ارائه نمیکنید. یعنی نمیگید که معنی سکولاریسمی که بنده میگویم و 7 ساله که دارم راجبش کتاب ها نوشتم، اون معنیش کدوم معنیش هست که مورد حمله شما قرار میگیره؟ شما صحبت از این میکنید که مردم دین و ایمانشون رو بذارن تو خونه بیان پای صندوق رای. بنده اصلا معتقد نیستم که سکولاریسم با دین و ایمان مردم کار داره. من معتقد نیستم که به قول شما سکولاریسم به معنی جدایی سیاست از دین است. من حرفم دقیقه. عرض میکنم که ایمان و دین رو از هیچ کس نمیشود گرفت. امری شخصی، قلبی، وجدانی و شما هر کاری که بکنید نمیتونید یک دستگاهی بذارید که طرف که داره میره توی اون غرفه‌ای که میخواد رأی بده ببینید که این دین داره یا نداره و اگر دین داره اخراجش بکنید. اما مذهب یک انستیتوسیون یا یک نهاد اجتماعیه، دارای مسجد هست، حوزه علمیه هست، آخوند هست، شریعت هست، توضیح المسائل هست و تمام حرف سکولاریسم اینه که این نهاد اجتماعی حق دخالت در نهاد اجتماعی دیگری که حکومت باشه نداره. ما
ما این دوتا رو اصلا میخوایم جدا بکنیم. بنابراین اصلا بحث حمله به دین و ایمان مردم نیستش. تشکر میکنم آقای شاهین نژاد. خواهش میکنم وقت رو رعایت بفرمایید. من فکر میکنم سخنی که دکتر نوری علا میگه آن وجه از سکولاریسم، آن چیزی که در قانون اساسی کشور توسعه یافته و یک کشوری که میخواد مسیر تعالی و تجدد و آبادی رو طی بکنه باید گنجانده بشه. یعنی حذف مقوله‌ای مثل دین رسمی، مثل پشتیبانی حکومت از مذهب یا دین خاصی، مثل جهتگیری، مثل اعمال تبعیض بین شهروندان بر اساس باوری که دارن. این چیزی به نظر من در حوزه نوشتن قانون اساسی است. مطلب چیز دیگری است. آقای دکتر نوری علا و چندین نفر از دوستانشون اعتقادشون بر اینه که حول محور سکولار دموکراسی باید رفت سراغ جمهوری اسلامی و در راستای انداختن جمهوری اسلامی و جایگزینیش با یک نظام سکولار و دموکرات اقدام کرد. ایرادی که من و احتمالاً برخی از هماندیشان من به این صحبت میگیرن اینه که سکولار و دموکرات یا سیستم سکولار و سیستم دموکرات، چیزی که امیدواریم در قانون اساسی آینده ایران گنجانده بشه، وسیله نیست، مسیر راه نیست، ابزار نیست. من اگر بیایم با آقای نوری علا و خسرو و شما آقای میبودی و 20 میلیون ایرانی دیگه مرتب بگیم سکولار خوبه دموکرات خوبه، اتفاقی نمیفته. اتفاق موقعی میفته که شما جامعه رو برانگیخته کنید. جامعه باید دچار هیجان بشه. جامعه از طریق چیزی که باش احساس داره، عواطف داره، ارتباط برقرار میکنه برانگیخته بشه. شما نیروی اجتماعی ایجاد بکنی، با اون نیروی اجتماعی بتوانی در امیدوارم یک جنبش فرهنگی دستاورد بزرگی سیاسی هم به دست بیاری. بعد 100% تو قانون اساسیش حتما اینا رو لحاظ کنید. اما مطلبی که من اینجا نوشته بودم که آقای دکتر نوری علا بخشی از اون خوندم همین بود که من نوشتم زور سکولار دموکراسی به جمهوری اسلامی نمیرسه. نه اینکه سکولار دموکراسی برای جمهوری اسلامی خوبه، یعنی با فقط صرفاً گفتن به این که مطالبه ما سکولاریسم و دموکراسی است، اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. ما دستمایه‌ای که داریم، آبشخور فکری که داریم، آن چیزی است که فکر می‌کنیم می‌توانیم از فرهنگ ایران شهری چه در حوزه اندیشه چه در حوزه اخلاق بگیریم، اون رو بنزین این اتومبیل بکنیم، تو مسیری بریم که حتما از سکولاریسم، از دموکراسی، از رعایت حقوق بشر عبور بکنه، ما رو میگه ایران رو آباد و آزاد و سرفراز برسونه. من مطلب دومم باز میکنم خدمتتون، چون صحبت از تشکل سکولار دموکرات‌ها شد و آقای دکتر به درستی گفتن، من اشارم به ایشون و همفکران ایشون بود در مقاله. من این مطلب رو خدمتتون بخونم. آقای دکتر نوری علا به من پاسخی که دادن مطلب رو کشوندن به جای دیگری، یعنی به فدرالیسم که اصلا تو مقاله من نبود. ایشون گفتن که من شاهین نژاد یادداشتی نظر دادم که سخنانم به خصوص در مورد مسئله فدرالیسم، یعنی سخنان آقای دکتر نوری علا بیشتر میتواند به تجزیه ایران بیانجامد تا حفظ وحدت آن، و من یعنی آقای دکتر نوری علا در زیر ساخت این اظهار نظر گرایشات مهلکی از شوونیسم تشخیص دادم. یعنی من مخالفت کردم با فدرالیسم، آقای نوری علا گرایشات مهلکی رو از شوونیسم در اونجا دیدن. باز صفحه بعد در همون مقاله آقای نژاد چه ربطی به بحث امروز ما داریم؟ الان خدمتتون دارم میگم آقای دکتر، اجازه بدید یه لحظه. در صفحه بعدم باز به همون ترتیب آقای دکتر اضافه میکنن که من تصور نمیکنم، یعنی ایشون نوشتن که این ایرانگرایی چیزی بیش از محتوای پیماننامه عصر نو باشد، البته جز مخالفت با فدرالیسم و کوشش برای تقویت شوونیسم قومی. یعنی من یا مایی که با فدرالیسم در ایران مخالفت میکنیم که هیچ ربطی به مخالفت با سکولاریسم یا دموکراسی نداره، ما در دو جا عنوان میشه شوونیستیم و شوونیست قومی. یعنی آقای دکتر پیشاپیش پذیرفتن که ما قومی به نام قوم فارس داریم، ما شوونیست فارسیم که خب این غلط تکنیکی است، ما قومی به نام قوم فارس نداریم. ایشون بهتر از من میگه. این چه ربطی به بحث ما داره؟ اتفاقا بحث همین آقای دکتر، تشکل سکولار دموکرات ها که جناب عالی اشاره کردید به مقاله و به درستی گفتید، من اشارم به شما و همفکران شما بود، سکولار و دموکراسی رو بسیار عالی مطرح میکنید و این خیلی خوبه، حالا چه به عنوان میوه باشه چه به عنوان بستر باشه. ما میگیم به عنوان میوه آخر خواهد بود، شما میگید الان بستر باشه، اشکالی نداره. ولی تشکل شما مرتب سر جنب فدرالیسم
آقا ما در تشکرمون 17 تا مسائل مختلف رو مطرح کرده. این چرا بحث سکولار دموکراسی داره؟ شما میگید رنسانس ایرانی و جانشین سکولار دموکراسی میشه. این چرا وقتی تو داره؟ نه آقای دکتر، در میرید از بحث. نه در نمیرم. من اتفاقا دارم دقیقا به همین اشاره میکنم آقای دکتر. من اول تفکیک کردم آقای میبودی، گفتم یک بحث خود سکولاریسم و دموکراسی است، یه بخش تشکلی است که تحت عنوان سکولار و دموکرات داره کار میکنه که آقای دکتر و بقیه دوستانشون هستن. این تشکل مرتب در پاسخ به مقاله من که اصلا اشاره به فدرالیسم درش نشده، فقط نوشتم زور سکولار دموکراسی به جمهوری اسلامی نمیرسد، مقاله می‌نویسن و میگن علت مخالفت شاهین نژاد با این جریان اینه که ایشون با فدرالیسم مخالفه و این مخالفت یعنی شوونیسم قومی. اصلا اگر آقای دکتر کسی مخالف فدرالیسم باشه، اگر شوونیست تلقی میشه، من ابایی ندارم. خب ببینم چی آقای نوریالا بگید من از متن خوندم قربونتون برم. چیه دوستان اجازه بدن همه در یک حالت درستی با هم صحبت کنیم. اجازه حضور خبر چون حرف هم نرید، چون صدا پخش نمیشه. عملا مردم میبینن دهن تکون میخوره بدون که صدا شنیده بشه و تداخل میکنه صدا اصفار در هم، در نتیجه نامفهوم. آقای فربهر شما نظرتون رو بگید، بعد نظر آقای نوریالا رو میشنوید. من سپاس از آقای نوریالا و شاهین که عقایدشون رو بیان میکنن. فکر کنم بینندگان باید بشنون و تصمیم بگیرن. من آقای اسماعیل نوریالای عزیز چند شبهه‌ای که در گفتمان شما بود رو خواهش میکنم سوء تفاهم برطرف بشه. اینجا هستیم که سوء تفاهم برطرف بشه، ولی من و شما که دشمن نیستیم. اولا آقای نوریالای عزیز، من با احترام به اعمال، نوشته‌های شما، زحمت‌هایی که کشیدید، چند نکته رو دوستانه میخوام عرض کنم به شما. من فقط درباره خودم میتونم صحبت کنم. من کتاب سفرنامه مازندران رضا شاه که خونده بودم، رضا شاه درباره سکولاریسم مطلبی رو نوشته که من خوندنش رو به هر کسی توصیه میکنم که نگاهی میکنه به بنایی بوده از دوران صفوی و رضا شاه یک انتقاد بسیار جالبی از دوران صفوی میکنه و میگه آنها بودند که با همه خدماتی که به ایران کردن مذهب رو وارد سیاست کردن و اینها. ببینید این صحبت رو فقط رضا شاه نکرده، پیش از او هم دیگران کرده بودن. این مسئله که من میخوام منیت ها رو بذاریم کنار. من با همه احترامی که به شما دارم عزیز، من دبیرستانم رو در اتریش گذروندم، با مفاهیم سکولاریسم و لایسیته اینجا آشنا شدم، کتاب رضا شاه رو گفتم و روشنگرانی که دوران مشروطه بودن شما بهتر از من میگید. نکته‌ای که من و شاهین درباره‌اش صحبت میکنیم این نیست که ما مخالف سکولاریسم هستیم یا مخالف دموکراسی. من و شاهین جفتمون میدونید، شاید با ما آشنا هستید، نگاهمون به تاریخ هم زیاد بوده. شاهین کتاب نوشته، من برنامه‌های تلویزیونیم درباره تاریخ صحبت میکنم. ما پرسشی که از خودمون بارها انجام دادیم اینه که چرا به امروز رسیدیم؟ آیا ما محکوم به تکرار اشتباهات نسل قبل هستیم؟ من قصدم به ایرانم سوگند نه توهین به شماست و نسل شما، ولی من و شاهین متعلق به یه نسل خاصی هستیم که شاهد آتش گرفتن مملکتمون بودیم و من شخصا به این نتیجه رسیدم و این مسئولیتش با منه که من دیدم که ما مردمی بودیم که شعارهایی میدادیم. شرمنده که این گونه صحبت، منظورم شما نیست، به ایرانم سوگند، ولی گاهی اوقات شعارهایی که ما میدادیم بیشتر از شعورمون بود. من عقیده دارم شعارمون باید با شعورمون یکی باشه. ما شاهد این مسئله در آمریکای جنوبی هستیم. شما بهتر از من میدونید در آمریکای جنوبی در دهه 20 شوخی میکردن، میگفتن هر هفته انقلاب میشه. در بعضی از کشورهای آفریقایی فکر کنم سالی یه بار انقلاب میشد و نتیجهش بدتر از روز قبل بود. چرا؟ چون شعارها زیبا بود. پل پوت رو میشناسید، بهتر از من میشناسید. پل پوت یک جوان آرمانخواه میهن پرستی بود که رفت فرانسه، با عقاید کمونیستی آشنا شد، عاشق مملکتش بود. نتیجه پل پوت چی بود در کامبوج؟ 1/4 جمعیت کامبوج رو کشت. اتیوپی 1983 قحطی بزرگ. ما محکوم شدیم در جهان سوم که شعارهایی که میدیم هیزم زندگی ما باشه. من و شاهین نه مخالف دموکراسی هستیم نه مخالف سکولاریسم. ما میگیم باید در این مملکت باید بشینیم و اجازه بدیم که درباره این که ایران چیه صحبت بشه. ایران چی هست؟ آقا ایران چیه؟ هویت ملی ما چیه؟
آیا هویت ملی ما اونه که احسان طبری و شرکا نوشتند؟ آیا هویت ملی ما هویت ملی مذهبیه که مهدی بازرگان و شرکا گفتن؟ آیا هویت ملی ما اونه که بعضی احزاب، حالا بعضی میگن ما فدرال شدیم، تجزیه طلب، که میگن هویت ملی ایران یک هویت ساختگی است که با زور شمشیر هخامنشی و چکمه رضا شاه به ایران اومده؟ دوستان عزیز من، آقای اسماعیلی میرزا، و تمومش کنم. شما گفتید که نه، اجازه بدید، شما گفتید از همه نیروهای سیاسی باید استفاده بشه. من با شما مخالفم. من از همه نیروهای سیاسی نمیخوام استفاده کنم به ضد جمهوری اسلامی. دشمن من دوست من نیست. من دشمن جمهوری اسلامی هم، به خاطر اینکه خمینی اومد نوروز رو ممنوع کرد، خمینی اومد به شاهنامه توهین کرد، خمینی به زبان پارسی توهین کرد، خمینی نام ایرانی رو ممنوع کرد. آقا من طرفدار خمینی هستم. همین آقای نوری‌علا، من شما رو قطع نکردم، شما هم بذارید من صحبت کنم. خمینی، من یادم نرفته چرا دشمن جمهوری اسلامی هم. همه نیروهای سیاسی نه، نیروی سیاسی که خودش رو ایرانی نمیدونه، نیروی سیاسی که پرچم ایران رو قبول نداره، نیروی ایرانی که ایران رو کشور جعلی میخونه، من نمیتونم باش همکاری کنم. باید این مطلبم بیان کنیم. من چجوری با کسی بشینم در کنارش که هویت ایرانی قبول نداره؟ بحث رو تمام میکنم. جمله آخر، دکتر نوری‌علی عزیز، ما با یک بحران هویتی در ایران روبرو هستیم و من نمیخوام کشورم یوگسلاوی بشه. یوگسلاوی هم یک کشور سکولار بود زمان تیتو، ولی کمونیستا اجازه ندادن که هویت ملی یوگسلاوی براش بحث بشه. تیتو با زور شمشیر داس و چکش در یوگسلاوی این اجازه رو نداد. نتیجهش رو دیدیم و من چون ایرانم و مثل شما دوست دارم، من و شاهین به این نتیجه رسیدیم که باید جدا از بحث‌های کافه نادری که واژه ایران یک فحش بود برای اونها، ایران رو اونطوری به مردم نشون بدیم، جدا از کفر اسلامی جمهوری اسلامی که میگن ایران کفر است، جدا از فیلم 300. و چیزی هم بگم آقای نوری‌علا درباره خودم، من از نژاد پرستی متنفرم و من میترسم از این که اگه ما این کار انجام ندیم آقای نوری‌علا، یک هیتلر، یک موسولینی و یک فاشیست ناسیونالیسم هم در ایران به وجود بیاد. ما باید این کار انجام بدیم و این بسیار مهمه. تشکر می‌کنم. خب آقای دکتر نوری‌علا، 3 دقیقه خواهش می‌کنم رعایت بفرمایید، بعد از بازداشت آگهی عبور کنیم. من ببینید حرف زیادی ندارم، به خاطر اینکه مطالبی که گفته شد هیچ ربطی به موضوع بحث امروز ما نداره. شما میتونید بگید که نوری‌علا به خطای حالا عمدی یا ناخودآگاه سکولار دموکراسی رو به فدرالیسم چسبونده و در نتیجه سکولاریسم نوری‌علا خطرناکه. من این منطق رو میفهمم، ولی شما به سکولاریسم نوری‌علا، آقای شاهین نژاد تأکید کردن که منظور من نوری‌علا و یارانش هستن، اما وقتی که مقاله عمومی می‌نویسند دارن میگویند که سکولار دموکراسی هستش که زورش نمیرسه، بعد فعلا بذاریمش کنار، بریم فرهنگ سازی بکنیم، هر وقت شد ما شما رو خبر میکنیم. بنده همه حرفم اینه که شما چرا کار خودتون رو نمی کنیم؟ مگر ما مانعی برای کار شما تراشیدیم؟ ما که تمام مطالبی رو که شما در مورد ایران دوستی، نمیدونم لزوم فرهنگ سازی و غیره میگویید، بازگشت به سرچشمه های ارزش های بروز شونده ایرانی میگویید، ما که همه اینا رو قبول داریم. شما کار خودتون رو کنیم، ما کار خودمون رو میکنیم. اون تمایلی هم نداشته باشید که با ما همراه هم داستان بشید. فکر کنید که ما یه کاری داریم میکنیم که ایران عزیز شما تجزیه بشه. من هم عیناً فکر کنم که کار شما منجر به تجزیه ایران خواهد شد یا به یه دیکتاتوری فاشیستی خواهد انجامید. ولی ما دلیلی نداره که برای پیشبرد هدفهای خودمون بیم اون یکی رو بزنیم. ما چه دشمنی و اختلافی با هم داریم؟ من حرفی که میزنم اینه که آقا برید کارتون رو بکنید، هر کجا که تشخیص دارید ما میتونیم به شما کمک کنیم و ما بگید که آقا تو میتونی این کارو بکنی، بنده میام در زمینه نمیدونم کمک به رنسانس ایرانی هم خدمت میکنم. ما اصلا با شما کاری نداشتیم، شما آمدید ما پریدین و میگید که آقا راه شما خطاست، انگار که ما داریم یه راهی رو میریم که جریان کار شما رو به خطر میندازه. من این رو درک نمی کنم. سوال من هفته پیشم همین بوده و همچنان من هیچ جوابی نگرفتم. شما
هر چقدر بخواهید میتوانید راجع به همه مسائل دنیا صحبت بکنید، ولی ربطی نه جلال آل احمد نه کاف نادری نه اینها ربطی به حرفی که من دارم میزنم ندارم و شما دارید خارج از سوژه بحثمون دارید بحث میکنید. من همه عرضم اینه. خب آقای نژاد 1 دقیقه خواهش میکنم، 1 دقیقه فرو آقای فربهر، بعد میتونیم بحث رو ادامه میدیم. 1 دقیقه بفرمایید. ببینم میتونید 1 دقیقه رو رعایت کنید. بله حتما. در مواردی مثل آزادی خواهی، مثل درخواست حقوق بشر، مثل درخواست جدا نمودن دین از حوزه تصمیمات عمومی، آموزش پرورش، قوانین، تعطیلات رسمی، همه اینها ما با شما هم فکر، هیچ منافاتی وجود نداره. ولی آقای دکتر نوری‌علا بحث موقعی میشه که افتراقی پیش میاد. ببینید شما هفته پیش فرمودید 2 روز در بخوم نشستی دارید و محور صحبت حکومت غیر متمرکزه. حکومت غیر متمرکز یا فدرال از بحث بله با خودش مسائلی داره که این مسائل ما فکر میکنیم وظیفه ما مخالفت کردن باهاش، دلایلمون هم داریم. ما به مدیریت غیر متمرکز مشکلی نداریم، اشکال نداره مردم شهردار و بخشدارشون رو انتخاب کنن، اما حکومت یک واژه ساورینتی بار معنای بسیار کاملی داره، پارلمان داره، پرچم داره، 1001 مسئله داره. ما دیگران مخالفیم. آقای دکتر نوری‌علا بحث حکومت غیر متمرکز که میشه، از جمله یکی از سخنرانان محترم تشکل سکولار دموکرات‌ها در بخوم خودتون اشاره کردید، آقای مهندس شریعت مداری پیشنهادی دادن تحت عنوان مقاله سامانیابی اقوام ایران، مارچ 2013. ایشون پیشنهاد دادن ایران بین ایالت‌ها تقسیم بشه، ایالت استان خوزستان بشه استان عربستان، استان گلستان بشه استان ترکمنستان و لاحظه. من چه مربوطه؟ آقای دکتر من مطلبم اینه، شما هم بیان توی همون بخون بشینین حرفتون رو بزنین. شما درد دارین از مواجهه و گفتن. نه آقای دکتر ما امیدواریم بدون اینکه وارد یک فضای پرتنش بشیم که دشمن استفاده بکنه. اوکی شما اکثریت ملت ایران رو دشمن خودتون میدونید. نه اکثریت ملت ایران مگر اکثریت ملت ایران آقای دکتر با شما هم نظرم قربان دست رفته ملت ایران رو بهشون پس بدید، شما میگید دشمن هم اینا. آقای دکتر مگر از من زشته یه نفر بزنید. دکتر مگر نظرسنجی شده که اکثریت ملت ایران با شما موافقن قربان؟ ما رسم و ور بندازیم هیچ کدوم ملت ایران تحت ستم حکومت مرکزی است. خب آقای نژاد نوبه آقای فربهر کردن ایرانه. آقای فربهر تمام میدونیم در حد شما اصلا زورشو ندارید که بتونید جلو این چیزا رو بگیرید. شما مگر اینکه وحدت ملی ایجاد بکنید هیچ راهی ندادید. شما فقط به فکر اسلحه و سرکوب هستید. آقای فربهر 1 دقیقه. فربهر 1 دقیقه بفرمایید. فربهر 1 دقیقه. ببینید آقای اسماعیل نوری‌علایی عزیز، من یه آدم سکولار و دموکرات هستم، ولی خیلی دوستانه به شما بگم اگه ما الان نتونیم با هم گفتمان کنیم فردا چه خواهیم کرد؟ نه بذارید من شما هیچ وقت قطع نمی‌کنم. خواهش می‌کنم نسل شما به اندازه کافی صدای منو بریده. خیلی مجبورم نکنید این صحبتو بکنم. نه آقای نوری‌علا الان با هم دوستانه صحبت می‌کنیم. نسل شما به اندازه کافی صدای نسل منو برید. بذارید منم صحبت کنم. آقای نوری‌علا من هم مانند شما عقیده دارم به سکولاریسم و دموکراسی، ولی من هنوز نفهمیدم که چرا باید پیشرفت سکولاریسم و دموکراسی فدرالیسم باشه. من و شاهین با سکولاریسم و دموکراسی که مخالف نیستیم، ما با کسانی مخالفیم. بذارید صحبتمو بکنم. آقای نوری‌علا صداتون پخش نمیشه. آقای نوری‌علا صداتون پخش نمیشه. شما هی صدای منو قطع میکنید. به احترام بینندگان خواهش میکنم بذارید من جمله‌مو بگم و بعد از آگهی با هم دوستانه صحبت کنیم. آقای نوری‌علایی عزیز شما دفعه 5 نمیذارید من صحبت کنم. آقای نوری‌علا من یه توضیح بدم. آقای فربهر یه توضیح من بدم. آقا موقعی که شما دارید صحبت میکنید وقتی آقای نوری‌علا حرف میزنه صداش پخش نمیشه، در نتیجه باید توجه بفرمایید. بهتون وقت میدم آقای نوری‌علایی عزیز، اینی که بذارید ببینم فربهر چی میگه، بعد شما وقت بدید. مجلسی شرکت بکنم که با مهارت تمام ریل گفتگو رو از روی یه چیزی بردارم بذارم روی یه چیز دیگه ای که اصلا مورد بحث نبوده. من از اولش هم پیش بینی این کار رو میکردم، خدمت شما گفتم، خدمت آقای فربهر هم گفتم بیاییم متمدنانه روی یک ریلی حرکت بکنیم. ایشون به هر بهانه‌ای هر چیزی رو وصل میکنن به سکولار دموکراسی، اما این رو فراموش میکنن که حرف اصلی ایشون اینه
که زور سکولار دموکراسی به جمهوری اسلامی نمیرسه. این به نوری علا و فدرالیسم این حرفا. آقای نوری علا من کی اینو گفتم؟ آخه شما ایشون گفت. عزیز من بذارید من صحبتم رو آقای نوری علا عزیز، بینندگان نمیبینن ولی وقتی من تو اسکایپ صحبت میکنم شما هر جمله منو قطع میکنید. بذارید من راحت یه جمله بگم بعد بریم بعد از آگهی با هم صحبت. آقای نوری علا گوش کنید بفرمایید. آقای نوری علا عزیز، من و شاهین با سکولاریسم و دموکراسی مخالف نیستیم، ولی ما سکولاریسم و دموکراسی رو برای ایران میخوایم. من آرزوم یه ایران آزاد، متحد و یکپارچه است. چه فایده داره ایران یوگسلاویزه بشه، اقوامش به جنگ هم بیفتن، نیروها و احزابی که پولشون رو کشورهای بیگانه میدن با مسلسل بریزن خونه مردم اونا رو بکشن و بعد بگیم ما سکولار و دموکرات هستیم. من آرزوم این نیست. من اتریش زندگی میکنم، بغل خونه من یوگسلاوی بود، اینا سر همو بریدن. حکومت مرکزی، من آقای نوری علا امیدوارم برگردیم و با هم صحبت کنیم. دشمن هم که نیستیم. ما الان نتونیم با هم صحبت کنیم، فردا چیکار میکنیم؟ من یه صحبتی از 8 جولای شما در برنامه آقای میبودی داشتم. من امروز برنامه رو یه بار دیگه رفتم از بایگانی تلویزیون پاس نگاه کردم. شما اومدید از واژه‌ای در به نام سکولار دموکراسی هم صحبت میکردید، اومدید گفتید من با احترام به اشتباهات بعضی سازمان‌ها درباره ملیت‌های ایران صحبت میکنم. این جملتونه. با احترام میتونید دوستان برن نگاه بکنن. با احترام به اشتباهات آنها من از ملیت‌ها صحبت میکنم. این جمله من نیست، جمله دقیق آرشیو 8 جولای برید نگاه کنید. میگم شما که الان جلو دوربین داری نقل قول میکنید درستشو نقل قول کن. من هر کی باور نمیکنه بره نگاه کنه 8 جولای. زنده من میگم که چی گفتم. من گفتم که سازمان ملل اصطلاحی دارد به نام ساب نیشنز. اینها به اشتباه این رو میگن ملیت. اگر که کلمه ملیت ترجمه ساب نیشن باشه من قبولش دارم. دوست عزیز من شما گفتید ملیت‌های ایرانی مهم، من نمیدونم شما رو بازجویی کنم ولی این واژه‌ها نه جملتون از دوستان هنوزم میگم آرشیو تلویزیون پاس 8 جولای سه‌شنبه شما دقیقاً گفتید. خب اجازه از بازارچه آگهی عبور کن. آقای برابر از بازارچه میریم و برمیگردیم. آقای برابر بازارچه رد میشیم. همینانم در ضمن یادتون باشه که حوادثی که الان داره در منطقه خاورمیانه میگذره، در سوریه، در نمیدونم عراق، در سوریه که حکومت فدرال نبوده امروز مملکت تقسیم شده، تکه پاره شده، در عراق به همین ترتیب. واقعا این وضعیت میطلبه که ما باید چاره اندیشی بکنیم، مخصوصا در رابطه با اقوام ایرانی سعی بکنیم که اونها وارد گفتگو بشیم، مبادله بشیم، حرف بزنیم. من البته به یک دولت مقتدر مرکزی معتقدم که تمام این اقوام توش باشه و تمام مذاهب حتی، یعنی شده یه رئیس جمهور مسیحی باشه، نمیدونم بایا درش حضور، زرتشتی‌ها باشن، کردها باشن، لرها باشن، نمیدونم بلوچها باشن، یعنی اقتدار مرکزی برای حفظ سراسر ایران نه تقسیمش. این نظر منه. حالا ولی چون وضعیت امروز در خاورمیانه به شکلی است که ملت‌های شبیه ملت ما رو واقعا باید به هراس بندازه، واقعا باید، چون خاک برداری دارن میکنن این منطقه رو. ممکنه خود مردم سوریه دخیل نباشن که قطعا نیستن، همه اونا آواره شدن این کشور اون کشور، دارن کسانی که امروز در درون این کشور دارن ترک‌تازی میکنن و اغلب کسانی که از بیرون اومدن و دارن اعمال نفوذ میکنن، کما که داعش هم از بیرون به ملت عراق تحمیل شده، تکه پاره کرده این مملکت. پس ما باید بیشترین فکر اساسی بکنیم. اتفاقات جدید راه حل‌های تازه رو میطلبه، چون ما با پدیده‌های خطرناک روبرو شدیم و باید ببینیم که اون راه‌ها کدامن. خب به نظرم باید بیشترین خیلی متمدنانه و هم صحبت بکنیم. خیلی از حرفایی که مثلا آقای فره بهر زدن درباره ایران، گذشتهش، وضعیت یا چیزایی که نظر نوری علا هم از خیلی طبیعی است. آثار نوری علا رو بخونیم اون همین حرفا رو میزنه. اینی که تمنا میکنم در کمال مسالمت جویی با پرهیز از هر نوع خشونت کلامی، امیدوارم که ما بتونیم با هم گفتگو بکنیم، چون در غیر این صورت خیلی من از خودم ناامید میشم. تشکر. برمیگردیم.
آخرین پدیده MRI به گونه کاملا باز در کلینیک ارتوپدی کالیفرنیا در بیورلی هیلز تأسیس کرد. در این کلینیک به سرپرستی دکتر رضاییان دیسکای گردن و کمر با لیزر به طور سرپایی درمان می شود. تلفن اطلاعات 310 289 1991 310 289 1991. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. حق انتخاب، آمیزی از روح عرفانی، خودشناسی، عشق، آرامش و آزادی. کتابی پیشکش به جویندگان حقیقت، نوشته آلن پیر. تلفن سفارش در کالیفرنیا 951 687 4400 و در دیگر کشورها 206 227 81 79. این کتاب را همچنین می توانید در فروشگاه‌های ایرانی و یا amazon.com تهیه فرمایید. سفری خوش و خاطرانگیز با تورهای خوب راه زندگی، تور آبشار نیاگارا، تور کاستاریکا، تور ترکیه، یونان و ایتالیا با کشتی، تور پاریس، جنوب فرانسه و لندن، تور اروپای شرقی و تور آلاسکا به سرپرستی خانم پری عباس‌التی، سردبیر مجله راه زندگی. 310 470 7007. چای سحر به بازار آمد. چای مطبوع و خوش عطر سحر در 4 نوع: چای قلمی، چای باروتی، چای مخلوط و چای ارگری سحر. پخش از DM لیورمور 510 441 0585. کارون سرشیر صبحانه خود را تقدیم می کند. سرشیر کارون ساخته شده از شیر گاو طبیعی بدون هورمون‌های غیر طبیعی. سرشیر کارون غنی، تازه و خوشمزه. سرشیر کارون را با عسل، مربا، میوه، شیرینی و یا هر آنچه که دوست دارید میل کنید و لذت ببرید. سرشیر صبحانه کارون طعم بهار می‌دهد. زیرو بانبان هست ارزان برای صحبت با ایران، با کیفیتی برتر به هر کجای جهان، به هر کجای. شرکت تلفنی زیرو بانبان پس از 25 سال ارائه بهترین سرویس تقدیم می کند. تماس تلفنی مستقیم از منزل، تلفن همراه یا از هر تلفنی در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با انتقال سرویس تلفن لوکال خود به شرکت زیرو بانبان هر چه می خواهید با بیش از 70 کشور جهان از جمله تهران گفتگو کنید و بابت ماه نخست وجهی پرداخت نکنید. با دیدار از سامانه zeroonevip.com یا تماس با تلفن 866 362 5900 866 362 5900 از گفتگوی نامحدود با تهران بهره مند شوید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. زیروبانبان نمبر 1، همه لب و خندان، خبر بدید به همه دوستان و آشنایان. زیروبانبان. آلرژی می تواند زندگی شما را مختل کند. یک دکتر جوابگوی شما برای تمام آلرژی ها. آیا آلرژی ها زندگی شما را سخت می کنند؟ دکتر پرویز جهانگیر با 25 سال سابقه در زمینه آلرژی و آسم. تندرست زندگی کنید. به زندگی شیرین خود برگردید. دکتر پرویز جهانگیر با برد فوق تخصص در بیماری‌های آلرژی و آسم. اولین باری که دوستان سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرژن استایل ما پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. حزم کنم از هر دو نزد نوریالا، نزد شاهی نژاد، خسرو، فره و هر همه در فکر ایران به چاره‌جویی عاشق میهن و سرزمین خودشون. هر کدام البته راهی عرضه میکنن، ارائه میکنن و معتقدن که احتمالاً این راه درستی است. به هر حال گوش میکنیم ادامه بحث و گفتگو. حالا دیگه نوبت دکتر نوریالا است. دکتر نوریالا خواهش میکنم 2 دقیقه بفرمایید. من دیگه حرف زیادی ندارم بزنم. من تمام عرضم، پرسش قبلی من هم این بود که این راه خیلی خوب و درستی رو که دوستان ما به عنوان رنسانس ایرانی در پیش گرفتن و باید هم تقویتشون کرد و کمکشون کرد در این راه، چرا باید در تقابل با راه دیگری قرار بگیره که اسمش سکولار دموکراسی؟ من معتقدم که برخلاف نظر دوستان ما، مملکت ما بیش از هر زمانی در تاریخ آماده پذیرش آن است که آخوند رو بفرسته توی مسجد و حوزه و دفع شر بکنه از آخوند در حکومت، و این اسمش سکولاریزمه. حالا شما بگید لایسیته اونجوریه، سکولاریزم اونجوریه، اونها همه مسائل فرعیه که مربوط میشه به رابطه آینده حکومت با نهاد مذهب. اما من توصیهم اینه که آقا ما بریم دست به دست هم بدیم، هر کدوم از اون راهی که بهتر بلدیم بریم و این نکبت رو از سر مملکتمون دور بکنیم. بنده همیشه در آغاز هر کلمه خودم گفتم که اگر من حرفی رو دارم میزنم راجع به ایرانم دارم میزنم و اگر ایران نباشه اصلا حرف من سالبه به انتفاع موضوعه. من معتقدم که تصوری که دوستان ما از ملت ایران دارند یک تصور حذفیه، یعنی که اینها بدون توجه به ناملایمات، شکایت ها، بیچارگی ها و بدبختی های اکثریت ملت ایران که مجموعه اقوام ایران رو تشکیل میدهند تصور میکنند که اگر ما زبان باز بکنیم و بگیم که باید حقوق اینها بهشون پرداخت بشه، اینا پررو میشن و تجزیه طلب میشن و میخوان ایران رو یوگسلاوی بکنن. من عرضم اینه که اگر امروز به این مسئله ما رسیدگی نکنیم، راه حل پیدا نکنیم، فردا حتما ایران یوگسلاوی خواهد شد و تجزیه خواهد شد، مگر اینکه دوستان ما بتوانند یک چکمه پوش بزرگی رو پیدا کنند و توانایی این رو داشته باشند که یک ارتش سرکوبگر قوی رو پشت بندش بگذارن و اینا برن اقوام ایرانی رو سرکوب بکنن. به نظر من راه انسانی و درست این است که برشینیم ببینیم که اقوام ایرانی چه تقاضاهایی دارن، چه چیزهایی میخواهند، بندم به زبان نکنیم که چون تو قومیت رو گفتی ملیت پس یه ریگی تو کفشت، من با تو حرف نمیزنم، من میگم برو باهاش حرف بزن. تشکر. شما تلفن رو از صفحه تلویزیون قرار میدید، از این لحظه میتونید با ما تماس بگیرید. فقط تمنا میکنم کوتاه، مفید و مختصر این بحث رو هفته آیندهم اگه دکتر نوریالا و دوستان موافق باشن ادامه میدیم. باید آیه میبودی من فرد 2 تا 3 شنبه در بخوم هستم و نمیتونم در جلسات باید برم بخوم. بسیار عالی. ولی بحث رو باید حتما دنبال کرد. درود بر شما بفرمایید. خیلی سریع خواهش میکنم. درود بر شما با بله قربان، با عزت عالی بفرمایید. امیدوارم که من همیشه از این برنامه‌ها یاد میگیرم و میآموزم و از اینکه شما هم میتونید با این آرامش برنامه رو به اصطلاح مواظبت کنید که به تشنج بیشتری نرسه. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم آقای نوریالا یک کمی تسلط داشته باشن بر اعصاب خودشون. این که درست نیست اگر قرار باشه 3 نفر که اینجا نشستن به اضافه یک مدیر برنامه که در امریکا هست، هم حدود 30 خورده سال بیرون هستن، نتونیم کنترل خودمون اجازه بدیم دیگران سخنشون رو بگن، هر چقدر همون سخن بی‌معنا بشه در آخر وقتی نوبتمون شد بیایم ازش انتقاد بکنیم. یک و دوم یه چیز دیگه هم گفتن که من فکر میکنم که اگر برنامه رو ببینیم آقای نوریالا یک پوزشخواهی از شما و یک پوزشخواهی از شاهین و یک پوزشخواهی آقای پرورز فرمودن این برنامه مثل که من پیشبینی کرده بودم که از ریلش خارج خواهد شد و یه حالت ستاپی داشته. این که درست نیست. اگه شما با پیش داوری بیاید بخواید بشید صحبت بکنید و ناراحت بشید و عصبانی بشید، این راه حل نیست. آقای اولی هزارون ما میگن که بیاید در نهایت آرامش
آقای نوری‌علا شما خودتون 5 بار 6 بار 7 بار پریدید در این موضوع و نذاشتید آقای پرورد بخواهی شدید آقای شاهین نژاد. من باید از شما یاد بگیرم. من فکر میکنم این راه درسته. تشکر میکنم. ممنونم. آقای نوری‌علا میبودی اولا که من عصبانی نیستم. کسی رو که با جان خودش صحبت میکنه این رو نمیشه به عصبانیت چیز کرد. من با صمیمانه ته دلم صحبت میکنم، عقاید خودم رو میگم. در این حال اگر که گفتم من پیش داوری نداشتم، من قبل از اینکه برنامه شروع بشه در حضور خود آقای فردبر و آقای میبودی گفتم که سعی بکنیم که بحث خودمون رو محدود بکنیم به این قضیه سکولار دموکراسی و رنسانس ایرانی و نریم به طرف مسائل دیگه ای مثلا فدرالیسم و غیره، بدون اینکه بخوام فرار بکنم، فقط برای اینکه معنا و مسیر بهش بدم. بنابراین من اگر که احساس کردید که نسبت به دوستانم از کنم جسارتی کردم معذرت میخوام، ولی من یه روشی دارم برای خودم، ترکشم نمی کنم. یعنی که اگر وارد بحثی با کسی شدم و تشخیص دادم که ایشون داره از من کوتیشن غلط میاره، نقل قول غلط میاره و روی اون میخواد بنای سخنش رو بگه، من همونجا میگم که آقا من این حرف رو نزدم، این گونه که شما دارید نقل قول میکنید من نگفتم. تشکر. حالت در حرف دیگرانی من معذرت. تشکر میکنم. او تهران کیه؟ درود بر شما بفرمایید. عرض ارادت خدای همیشگی. آقای بارگی. خب آقای بارگی چی میگی درباره این مناظره؟ اولا سلام هستم خدمت اعضای پنل. دوم اینکه برعکس این آقا من معتقدم که پیر در خشت خام میبینه، جوان در آینه هنوز نمیبینه. این عزیزان ما یه جوری از سکولاریسم یا لاییکیسم یا دموکراسی دارن صحبت میکنن که انگار مردم ایران مردم افغانستان از خیر. عملکرد حکومت تو این 35 سال عملا به مردم ایران ثابت کرده یه حکومت ناکارآمده. اصلا احتیاج به تئوری دموکراسی و سکولاریسم نیست. عملا رسیدن به این قضیه. نمونهش یه مثال میگم، من البته 2 تا مطلب از حرفا قد نکنم. نمونهش سال گذشته یه آقایی به نام ملا یا آخوند روحانی به نام آقای مجتبی تهرانی فوت کرد. از خصوصیات بارز آقای مجتبی تهرانی این بود که در بین مردم زندگی میکنه، با مردم داد و ستد میکنه. یعنی کار روحانیت به اینجا رسیده که خصوصیاتش شده با مردم زندگی کردن، یعنی عملا از صحنه اون وظیفه قبلی خودشون جدا شدن. این مردم دیگه میدونن ناکارآمدی دینه در حکومت، این احتیاج به بحث تئوری نیست. دوم این عزیزان جوان ما یه جوری از بهمن 57 صحبت میکنن، فکر میکنن یه واقعی کوچیکی بوده اتفاق افتاده. خیر، 70 سال تفکر از مشروطه تا بهمن 57 پشت سر اون تحول بوده. از شاعرش بگی تا نویسنده‌اش تا سیاست مدارش، تازه شد چاله جمهوری اسلامی. من خودم شخصا صراحتا بگم آقایون، از چاله جمهوری اسلامی، از استبداد جمهوری اسلامی حاضرم بمونم بیرون، نیام در چایی نیفتم که شما نمیدونین تاج کجاست، نمیدونین ابعادش چیه. اینو بذار روک بگم. چرا؟ چون 2 هفته پیش یه سوالی طرح کردم که آقا سرنگون جمهوری اسلامی در اولویت باشه یا تمامیت ارضی کشور. یکی از این جوانایی که در سوئد آقای آصف گفت ما راه سوم انتخاب میکنیم به صراحت، یعنی اصلا برش مهم نیست. در صورتی که اون نسل قبلی هنوز استخونش از زیر خاک دارن در میارن، وایسادن از مملکتشون دفاع کردن. چجوری شما بگید اینا ایران قبول نداشتن؟ شما تو دنیای مجازی غرق شدین، با این کلمه رنسانس گول نخورین. اون آقایی که این طرح رنسانس رو داده 18 سال از MIT تا الان داره تئوری طرح میکنه، همش اشتباه بوده. انقدر لابلای خطوط گم شده که خطوط اصلی گم کرده. من اسمش نمیگم چون آقای رودی میترسم ناراحت. آقایون فکر نکنید ایران الان مردم یه مشاهده‌های عقب افتاده و با مفاهیم شما تو دنیای مجازی گم شدی. خیر، مردم اینا با این مفاهیم آشنان. عملاً هم حکومت ثابت کرده که انتهای خط رسیده و ناکارآمد در اجرای طرح‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی خودش و مردم به این نتیجه رسیدن جلوتر از شما. تشکر. ممنونم. تلفن بعدی. بله بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما آقای مهبودی، درود آقای نوری‌علا و آقای شاهین نژاد و آقای خسرو پرور. قربان شما بفرمایید. من انتقاد دارم نسبت به آقای نوری‌علا. آقای نوری‌علا اجازه نمیدن که دوستان آقای شاهین و خسرو عزیز مطالبی که میخوان عنوان بکنن. باید یه مقدار تعمق بکنن و شما بارها متوجه شده که اجازه بدین آقایون صحبتشون بکنم. با اینکه وقتی که شما دادید من فکر میکنم به جناب آقای نوری‌علا بیشتر حد وقت دادید و مفهوم و معنی حرف آقای خسرو پرور و آقای شاهین نژاد ما نتونستیم دقیقا تشخیص بدیم. حرف و حرف ما یکی هم نسل جوان هست جناب آقای نوری‌علا.
ببینید شما نسل‌های گذشته هستید، اونگونه فکر میکنید. الان 30 و چند سال هست که ما تو فکریم که چه باید کرد. مطالبی که شما میگید من به عقیده من، شما همش میگید ما، شما از طرف خودتون میتونید بگید، یک شخص هستید، از طرف ملت ایران نمیتونید بگید، از طرف حزبی که دارید یا گروهی که دارید نمیتونید عنوان کنید مطالبی را. هر انسان زنده یک رأی داره، یک نظر داره و اون یک رأی و یک نظر در مورد ایران میتونه صرف کنید. درود دارم به شما و سپاسگزارم. تشکر میکنم. آقای فرور 30 ثانیه خواهش میکنم، نفری 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم. ادامه حرفاتمون رو من سپاسگزارم از امروز بحثی که شد و عقیده دارم که برخلاف یکی از دوستان که زنگ زد، من عقیده دارم ما میدونیم که چی نمیخواهیم ولی باید بدونیم که چه میخواهیم. ما عاشق ایرانیم ولی اگه واقعا عاشقیم باید بدونیم عاشق چی هستیم، عاشق کی هستیم. در جمهوری اسلامی در مدارسش تاریخ ایران تدریس نمیشه. روشنفکران ما، شاعران ما به شاهنامه فحش میدادن، تاریخ ایران رو مختوم اعلام کردن، در خارج و در داخل ایران رو بیگانه کردن از مردم ما. آقای نجات 30 ثانیه. لازمی آزادی ایرانه. سپاس از من. 30 ثانیه. آقای نجات. بله، من آقای میبودی به دنبال این هستم که فکر میکنم بیان کردم ولی تکمیلش کنم. مشکل وجود حکومتی است که این حکومت نارضایتی عمیق در ایران ایجاد کرده. مشکل ما مشکل اقوام نیست. در طول تاریخ هیچگاه ایرانیان کرد، ایرانیان آذری رو نکشتن، ایرانیان بلوچ حق ایرانیان کرمان رو نخوردن. ما مشکل بین مردممون نداشتیم. چرا با این همه مشکل میریم دنبال حرکت‌ها و بازی‌هایی که مشکل بیشتر ایجاد کنیم؟ من دوست دارم در ایران حکومتی مقتدر و حکومت مدرن باشه که نخست وزیر یا رئیس جمهورش کرد باشه، رئیس پارلمانش بلوچ باشه، وزیر فرهنگش یهودی باشه، وزیر اقتصادش بیدین باشه. این مجموعه رو داشته باشیم. ما میتوانیم پخش قدرت بکنیم بدون اینکه وارد بازی‌های فدرالیسم. آقای نوری‌علا 30 ثانیه. حکومتش پاکستان بغل دست ما. آقای نوری‌علا 30 ثانیه. من عرضی ندارم. خیلی متشکرم. تشکر میکنم. خیلی سپاسگزارم از هر سه آقایون. بسیار تشکر میکنم از دکتر نوری‌علا، همیشه آمادگی داره و همه گفتگو بکنه. منم در برنامه‌های زنده این خودش یک به نظرم یک ریسک شجاعت میخواد و شهامت میخواد و خوشبختانه در دوستان ما به حد کافی وجود داره. از این بابت باید یه امتیاز بزرگ به اونها داد. خیلی ممنونم از دکتر نوری‌علا مصون. تشکر میکنم از مهندس شاهین نژاد عزیز و خسرو فربهر نازنین در وین. دوستان ارجمند، خدا حافظ. و تشکر از آقای امیر شهرتی به تنهایی این برنامه دشوار رو هدایت کرد.